درود به همگی، به کانال کامان خوش اومدید. توی این ویدیو حتما شوکه میشید اگه بفهمید این آدم‌های غول‌پیکر واقعی‌اند و بین ماها زندگی میکنن. این افراد با اندازه‌های عجیب خودشون جهان رو شگفت زده کردن. ابتدا باید به رابرت وادلو نگاه کنیم. رابرت قد بلندترین فردیه که توی زمان خودش زندگی کرده. اون لقبش غول ایلینویز بوده. قد رابرت 247 سانتی متر بود که در اون زمان متوسط قد مردان آمریکا فقط 170 سانتی متر بوده و به این معنی بود که از همه قد بلندتر بود. اون همچنین رکورد بزرگترین دست هم داره. دست رابرت 32 سانته. اون همچنین رکورد بزرگترین پا هم داشت که حدود 47 سانتی متر بود و به همین دلیل همه لباس‌ها، کفش‌ها و حتی تخت خوابش هم باید به شکل کاستوم می‌خرید، چون لباس و تخت‌های عادی اندازش نمی‌شدن. رابرت همچنین خیلی آدم محبوبی بود، نه به خاطر قد بلندش بلکه به خاطر مهربونی زیادش و همین به هم باعث شد خیلی ها اونو غول جنتلمن صدا کنن. سال 1918 وقتی رابرت به دنیا اومد، اون سایز معمولی مثل بقیه بچه‌ها داشت، ولی هرچی سنش بالاتر میرفت سرعت رشدش هم افزایش پیدا میکرد. اون بعدها با آزمایش متوجه شد که هیپوفیز باعث این قد شده. غده هیپوفیز عامل ایجاد هورمون رشده، اما این غده هیپوفیز رابرت به طور غیر طبیعی بزرگ شده بود. این مقدار بیش از حد هورمون رشد باعث شد زمانی که رابرت بچه بود تنها بچه‌ای باشه که تو این سن از باباش بلندتر باشه و لباسهای آدم‌های بزرگ رو بپوشه. بیشتر مردم اگه تو مدرسه متفاوت به نظر برسن مورد تمسخر قرار میگیرن، ولی من فکر میکنم کسی تو مدرسه جرئت نداشته که رابرت رو مسخره کنه. رابرت یک زندگی شاد و خوبی داشت و روزی $1000 پول در می آورد. خیلی جالب و شیرین هم در می آورد، به این صورت که مردم بهش پول میدادن تا فقط سر پا بایسته، که این کار در نهایت باعث شد اون مجبور بشه برای سر پا وایستادن از پابند استفاده کنه. ولی این پابندها به پاهاش مالیده شدند و به دلیل عفونت متاسفانه رابرت تو سن 22 سالگی فوت کرد. و نکته جالب اینجاست که اگه رابرت فوت نمی‌کرد احتمالاً اون همچنان به رشد کردن ادامه میداد. امروزه میتونید یک مجسمه که به اندازه واقعی رابرت ساخته شده رو توی شهری که زندگی میکرد یعنی ایلینویز ببینید. بهتون این تجربه رو میده که بفهمید اون چقدر قد بلند بوده. حالا توجهتون به یائو دفن جلب میکنم. یائو یه زن چینی هستش که قدی به اندازه 237 سانتی متر داره و این در حالیه که متوسط قد زنان در چین حدود 161 سانتی متره و به این معنیه که یائو کاملا تو جای جمع به چشم میومده. همچنین وزن یائو 157 کیلوگرم بود. اون با یه سایز معمولی به دنیا اومد، ولی تو سن 11 سالگی قد اون به 188 سانتی متر رسیده بود. یائو توسط کارشناسان پزشکی ویزیت شد و به عنوان یک انسان غول‌پیکر تایید شد. دلیل این سایز عجیب در قد یائو یه تومور توی غده هیپوفیزش بود که باعث شده بود تا وقتی اون تومور توی بدنش باشه اون به رشد کردن ادامه بده. متاسفانه اون از یک خانواده فقیر بود که نمیتونست هزینه‌های درمان رو پرداخت کنه. اما تو سال 2002 یک بیمارستان توی گواندانگ تومور یائو رو به صورت رایگان برداشت و این یعنی یائو رشد نمی‌کرد. درمان به یائو کمک کرد که راه بره، اما متاسفانه یائو توی سال 2012 از دنیا رفت و دلیل مرگش رو تا امروز کسی نمیدونه. حالا نوبت سلطان کوزنه. سلطان یک کشاورز اهل ترکیه است. اون قد بلندترین فرد کنونی. اون دارای قدی معادل 252 سانتی متره. دلیل قد بلند سلطان یک تومور توی غده هیپوفیزشه، درست مثل موردهای قبلی که تو سال 2011 اون این تومور رو حذف کرد و باعث شد از رشد قدش جلوگیری بشه. این قد بلند سلطان واسش دردسر ساز شده و باعث شده که نتونه خیلی از کارها رو انجام بده یا لباسهای مورد علاقه‌شو بپوشه. برای همین باید همه کفش و لباساشو به صورت کاستوم یا سفارشی تهیه کنه. اما از وقتی که به صورت رسمی تایید شد که اون قد بلندترین مرد زنده جهانه، اون به یک فرد خیلی معروف تبدیل شد که باعث شده توی خیلی از جشنواره‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شرکت کنه. سال 2013 سلطان با یک زن به اسم مرو دیبو ازدواج کرد که فقط 176 سانتی متر قد داره و در آخر جدا از زندگی سختی که سلطان داره، اون بسیار آدم مهربون و الهام بخشیه. حالا باید یک نگاهی به ریم یانگ هان بندازیم. تو سال 2011 رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل از دنیا رفت، ولی وقتی عکس‌های خاکسپاری کیم جونگ ایل پخش شد، مردم متوجه یک چیز عجیبی شدن. توی جمعیت سربازان یک سرباز بسیار غول‌پیکر دیده میشه، ولی این سرباز کیه؟ اسمش ریم یانگ هانه
اون قد بلندترین فرد در کره شمالیه. قد اون چیزی معادل 240 سانته. اون توی تیم ملی بسکتبال کره شمالی بازی می‌کنه و یه بار حتی تصمیم گرفت که به NBA بپیونده. اون مورد شناسایی چند تا تیم NBA هم بود، اما به خاطر ممنوعیت تجارت آمریکا با کره شمالی موفق نشد. ریم یانگ هان تا امروز توی کره شمالی زندگی میکنه. سندی آلن. سندی تو سال 1955 توی شیکاگو به دنیا آمد. اون به صورت نرمال به دنیا آمد، اما به دلیل فعالیت بیش از حد غده هیپوفیزش به دلیل تومور قدش زیادی رشد کرد. اون پیش مادر بزرگش بزرگ شد. مادر بزرگش تخت اون رو توی اتاق غذاخوری میذاشت، به خاطر اینکه سندی برای یه اتاق معمولی بیش از حد بزرگ بود. اون حتی تو مدرسه هم هیچ دوستی نداشت. تو سال 1974 کتاب رکورد گینس این رو تایید کرد که سندی قد بلندترین زن جهانه، که این باعث شد اون خیلی معروف بشه و به برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها راه پیدا کنه. کارشناسان پزشکی به اون گفتن که هرچه سریعتر تومور رو از سرش جدا کنه، اما اون این هشدارها رو نادیده گرفت و به جاش تو موزه گینس مشغول به کار شد. اون به یک مجسمه زنده تبدیل شده بود و مردم می اومدن و با قد بلندترین زن جهان عکس می گرفتن. متاسفانه اون تو سالهای آخر عمرش تو راه رفتن مشکل پیدا کرده بود و در نهایت در سال 2008 تو سن 53 سالگی از دنیا رفت. اندرو غولپیکر. اندرو یک کشتیگیر حرفه‌ای فرانسوی بود. وقتی اندرو به دنیا آمد هیچ کس فکر نمی‌کرد که یه روزی اون وزنش به 235 کیلو و قدش 225 سانتی متر برسه. اون به دلیل این حجمش به عجایب هشتم جهان معروف شد. همونطور که گفتیم اندرو یک کشتیگیر حرفه‌ای بود. فقط تصور کنی که چقدر میتونه ترسناک باشه که با همچین فردی بخوای مبارزه بکنی. اندرو یک بیماری به اسم آکرومگالی داشت که باعث این سایز بزرگش شده بود. متاسفانه اندرو تو سن 46 سالگی از دنیا رفت، ولی در طول زندگیش اون الهام بخش خیلی از آدما بود و امروزه به عنوان مشهورترین غولپیکر تاریخ شناخته میشه. حالا بیایید به وایکاس اوپال نگاهی بندازیم. وایکاس قد بلندترین آدم هنده. اون اهل هاریانای هند هستش و دارای قدی معادل 252 سانتی متره. وایکاس دارای یک اختلال هیپوفیزیه که باعث قد فوق‌العاده اون شده. علیرغم این بیماری وایکاس زندگی خوبی داشت و حتی توی چند تا فیلم بالیوودی هم حضور داشت. تو سال 2017 وقتی اون 21 سالش بود دکترها سعی کردن که تومور رو بردارن، اما متاسفانه عمل اونجوری که باید پیش نرفت و باعث مرگ وایکاس شد. حالا نوبت به سان مین میرسه. سان اهل چینه و به عنوان یکی از قد بلندترین بسکتبالیست های جهان شناخته میشه. قد اون 240 سانتی متره که اونو نسبت به دیگر بسکتبالیست های دیگه مثل شک یا یائومینگ بلندتر میکنه. سان تا 15 سالگی بسکتبال بازی نمیکرد، اما به لطف قدش تونست نسبت به بقیه برتری پیدا کنه. دلیل این قد سان توموریه که توی غده هیپوفیزش بود. تکراریه نه؟ متاسفانه اون پولی نداشت که بتونه عملش کنه، اما به لطف حمایت‌های مردم اون پول کافی برای عمل جور شد و در سال 2015 تومور برداشته شد. تو سال 2013 اون با شویانگ که 185 سانتی متر بود ازدواج کرد که این اونا رو به قد بلندترین زوج جهان هم تبدیل کرد. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. لطفاً برای دوستانتون هم ارسال کنید تا اونها هم از این ویدیو لذت ببرن.